سلام رفقا، من روزبهم و خوش اومدیم به کانال رد پای تاریخ. امروز سفری داریم به یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ بشر، عصر برنز. دورانی که با یک کشف ساده آغاز شد و تمدن انسان رو به سمت پیشرفت‌های بزرگی برد. اول این صحنه رو تصور کنین. یه معدن ابتدایی، جایی که کارگرها مشغول جمع‌آوری سنگ معدنن و با حرکت‌های ساده دارن کار میکنن و زحمت میکشن، اما هر کدومشون با دقت سنگ‌ها رو بررسی میکنن. ناگهان یکی از کارگرها در میون خاک و سنگ به چیز خاصی برمیخوره. سنگی که به نظر میاد با بقیه فرق داره، شاید کمی براق‌تر، شاید کمی سنگین‌تر. اون سنگ رو با دقت نگاه میکنه و همون لحظه انگار جرقه‌ای تو ذهنش زده میشه. بعد تصور کنین یه فضای ساده اما پر از زندگی کنار آتیش. آدمایی که ایستادن که هر کدوم یه سنگ در دستشون دارن و کوره با شعله‌های زرد و سرخ و روشن. کارگرها آماده‌اند که این سنگ‌های معدن رو ذوب کنن. شعله‌ها زبونه میکشن و اولین قطرات فلزات مذاب شروع به جاری شدن میشن. فلزای مذاب با دقت توی قالب‌های سنگی ریخته میشن. قالب‌ها سرد شدن که از دلشون اولین تیغه‌های برنز بیرون میاد. با ابزاری ساده مثل چکش و صندوق این تیغه‌ها شکل میگیرن و آماده میشن برای آزمون سختی. حالا وقت امتحانه. یه نفر تیغه تازه ساخته شده رو برمی‌داره روی چوب میکشه. صدای خش چوب شکسته زیر تیغه گواه قدرت این ابزار جدیده. همه با دقت بهش نگاه میکنن. این یه دستاورد بزرگه. حالا تصور کنین یه جشن کوچیک کنار آتیش. آدم ها دور هم نشستن و تیغه های خنجر تازه ساخته شدهشون رو تو دستشون دارن و صدای خنده ها، نور آتیش و شادی مردم هم نشون میده که این ابزار چقدر براشون اهمیت داره. آتیش، این عنصر مقدس، مثل همیشه در مرکز توجهه، گرما بخش این جمع و گواهی برای پیوندشون با طبیعت. رفقا، این فقط آغاز عصر برنز بود، دورانی که انسان را به دنیای جدیدی از قدرت و خلاقیت برد. اگر از این سفر تاریخی لذت بردین، کانال رو دنبال کنید و نظراتتون رو برام بنویسید. تا قسمت بعدی با رد پای تاریخ همراه باشید.